آقا قبل این که چمدون تو ببندی و بری سفر این ویدیو رو ببین، چون 70% خانم‌ها توی مسافرت دچار عفونت میشن. سفر کردن برای خیلی از خانم‌ها مثل یک کابوسه، چون به شدت درگیر عفونت‌های واژن میشن. اما اگر این نکات رو بدونن و رعایت کنن دیگه هیچ وقت درگیر نمیشن و برای همیشه راحت میشن. سلام، به کانالم خیلی خوش اومدین. من فاطمه جمالی هستم، کارشناس مامایی، کسی که توی کانالش راجع به تمام مشکلات خانم‌ها و بعضا آقایان صحبت میکنه. توی این ویدیو میخوام راجع به تمام نکات و ضروریاتی که باید توی سفر به عنوان یک خانم رعایت کنید صحبت کنم و بگم چیکار کنید که هیچ وقت درگیر عفونت نشید. در انتهای ویدیو هم میگم چه داروهایی همراهتون باشه که اگر احیانا درگیر شدین از اونها استفاده کنید. اولین نکته‌ای که باید رعایت کنید اینه که حتما لباس زیر استفاده کنید. لباس زیری هم بپوشید که نخی، گشاد، آزاد باشه، هوا رد و بدل بشه. به هیچ عنوان از لباس زیرهای گیاهی، پلاستیکی، فانتزی، تورتوری استفاده نکنید، چون که باعث تجمع رطوبت و رشد قارچ ها میشن. اگر براتون امکان داشت تا حد امکان هر روز لباس زیرتون رو عوض کنید. پس سعی کنید تعداد زیادی لباس زیر همراه خودتون بردارید. اونها رو با صابون ها و مواد شوینده غیر معطر و غیر حساسیت‌زا بشورید. حتما توی آفتاب خشک کنید و بعد از خشک شدن لباس زیرها رو حتما اتو کنید. همینطور شلوارهای جین، چسبون، لک‌های ورزشی رو طولانی مدت پاتون نکنید، چون که باعث تحریق و تجمع رطوبات میشن. و اگر میتونید از شلواری استفاده کنید که راحت، گشاد و آزاد باشه و هوا خیلی راحت رد و بدل بشه. حداقل روزی 8 لیوان آب استفاده کنید، مخصوصا اگر تو تابستون میرین سفر. خیلی این اشتباهو میکنن به خاطر اینکه دستشویشون نگیره و مجبور نباشن از توالت‌های عمومی استفاده کنن، آب نمیخورن که بزرگترین اشتباهه. کم آبی به شدت باعث رشد عوامل عفونی و عوامل قارچی میشه. به هیچ عنوان ادرار رو نگه ندارین، چون که باعث عفونت‌های ادراری میشه. اگر خواستین از توالت‌های عمومی استفاده کنین حتما این چند نکته رو رعایت کنین. قبل از رفتن به دستشویی دستاتون رو حسابی بشورین، ضد عفونی کنین. اگر مایع دستشویی وجود نداشت از ژل‌های ضد عفونی کننده استفاده کنین یا از محلول‌های الکلی. از توالت فرنگی به هیچ عنوان استفاده نکنین. توصیه نمیشه. رفتین دستشویی حتما خودتون رو بشورین، از جلو به عقب بشورین، یعنی اول واژن رو بشورین بعد مقعد، و فقط حین شستشو حواستون باشه که سر شلنگ به بدنتون به هیچ عنوان برخورد نکنه. بعد از شستشو هم خودتون رو کامل با دستمال کاغذی خشک کنید، به هیچ عنوان نذارید اونجا مرطوب بمونه. بعد از دستشویی هم دستاتون رو کامل بشورین، ضد عفونی کنین و خشک کنین. اگر پریود هستین از نوار بهداشتی ساده، غیر معطر، غیر حساسیت‌زا استفاده کنین. نوار بهداشتیتون رو هر 3-4 ساعت عوض کنین. تمام نکات بهداشت دست رو که قبلش بهتون گفتم در این مورد هم رعایت کنید. استفاده از پد روزانه توصیه نمیشه. همینطور استفاده از تامپون ها و کاپ های قاعدگی در دوران پریودی هم توصیه نمیشه، چون که توی مسافرت یکم سخته بخوایم بهداشت این موارد رو رعایت کنیم. اگر ویدیو رو دوست داشتین حتما لایک کنید، برای دوستاتون هم بفرستید. هر گونه نظری دارین، هر سوال و هر ابهامی هم دارین توی کامنت ها ازم بپرسید. بیاین در ادامه چند تا دارو هم بهتون معرفی کنم که حتما تو چمدونتون باید داشته باشین. برای اینکه باکتری‌های مفید واژن رو در برابر عوامل بیماریزا مقاوم کنین، روزانه 1 دونه کپسول بایوفرم رو توی مسافرت استفاده کنین. همینطور میتونید ژل شستشویی آنتی فوگال دئودرانت رو تهیه کنید و 1 روز در میون ناحیه تناسلی رو باهاش بشورید. حواستون باشه از این ژل همیشه استفاده نکنید و فقط در طول سفر میتونید از اون استفاده کنید. 2 قلم دیگه دارو همیشه همراهتون باشه. 1 پماد درماتین باریج، 2 شیاف فیتوواژکس. اگر خارش بیرونی واژن داشتین میتونین از پماد درماتین باریج استفاده کنید. اگر ناحیه داخل واژن خارش داشت میتونید از شیاف فیتوواژکس تا 7 شب استفاده کنید. خیلی مراقب باشید. بهداشت جنسی رو در مواقع نزدیکی خیلی خوب رعایت کنید. حتما از کاندوم استفاده کنید. قبل و بعد رابطه جنسی حتما ادرار کنید. برای لغزنده سازی واژن به هیچ عنوان از روغن، کرم بچه، وازلین استفاده نکنید. اگر خواستید از لوبریکانتی استفاده کنید میتونید از لوبریکانت هایی که بر پایه آب ساخته شدن استفاده کنید.
خانم‌هایی که خیلی مکرر دچار عفونت میشن توی مسافرت حواسشون به تغذیه‌شون باشه. غذاهایی مثل قندهای مصنوعی، نوشابه، انواع فست‌فودها، برگرها، ساندویچ‌ها میتونن عفونت رو بدتر کنن و غذاهایی مثل سبزیجات تازه، ماست‌های پروبیوتیک، زنجبیل و سیر به بهتر شدن عفونت کمک میکنن. مهمترین نکته‌ام اینه که اگر درگیر عفونت شدین و از این داروها استفاده هم کردین، بعد از اینکه از سفر برگشتین به یک ماما یا متخصص زنان مراجعه کنید تا نوع عفونتتون تشخیص داده بشه و اونو به صورت ریشه‌ای درمان کنید. خود درمانی فقط و فقط باعث مقاوم شدن عفونت ها میشه. اینا یه راه حل های فوری بود. حتما بعدش درمان ریشه‌ای رو داشته باشید. کانال منو سابسکرایب کنید، زنگوله رو هم بزنید تا از هیچ مطلب مفیدی جا نمونید.